هنرمند مردمی تاجیکستان سرای قاسم از 21 سپتامبر سال 2023 برای تشخیص و طبابت درد کونه قلبش در هندوستان قرار دارد. سرای قاسم که 66 سال دارد، هفته پیش در پی ناخوب شدن وضع سلامتیش با هواپیمای شرکت ایر استانه به شهر دیلی پایتخت هندوستان سفر کرد. او را در جریان تشخیص و طبابت در هندوستان شوهرش پولاد شاروپوف و دختر کلونیش روزگل و دختر دویمش شبنم سوریا همراهی میکنند. شبنم سوریا با نشر یک عکس از بیمارستان نوشته است که وضع مادرش در عموم خوب است. به اطلاع خواسته های نشریه اینترنتی که اساساً خبرهای مربوط به شو بیزنس تاجیک را پیگیری میکند، سوریا قاسم در بیمارخانه اپل هاسپیتال در شهر دیلی بستری کرده شده باید قلبش را تشخیص کنند. این نشریه همچنین خبر داده است که تا انجام تشخیص و طبابت در هندوستان سوریا قاسم و شبنم سوریا تمام برنامه‌های کنسرتی و معرکه‌های تویانه را بیکار کردند و یا باقی بنداختند. بنا به اطلاع سیوف میزراب، ژورنالیست تاجیک که با خانواده سوریا قاسم و فرزندانش نزدیک است، فرزانه خورشید دختر خردی و نیز آوازخوان سوریا قاسم نیز تا انجام طبابت مادرش کنسرت‌های خود را بیکار کرده است. گروهی از خلبان فرصت طلب با سوء استفاده از بیماری سوریا قاسم معرکه پول جمع کنی گویا برای طبابت او را برو انداختند، ولی فرزانه خورشید در زیر یکی از این پولچینک‌ها نوشت که کسی باشی یا نباشی از خدا بترس، ما برای طبابت مادرمان به کمک پول نیاز نداریم، فقط به دعا نیاز داریم. سوریا قاسم که او را پریمادون استراد تاجیک نام میبرند، 22 اپریل سال 1957 در شهر کولا به دنیا آمده است. او از شوهر اولش نظیرمد دو دختر روزگل و شبنم را دارد و از شوهر دومش خورشید ربیف نیز دو فرزند داشت. فرزانه خورشید و پسر یگانش امام علی جان که سال 2017 در سن 16 از بیماری سرطان خون وفات کرد. خود خورشید ربیف که در وزارت کارهای داخله کار میکرد سال 2013 از سکته قلب درگذشت. سرای قاسم ماه سپتامبر سال 2020 با پولاد شاروپوف که از او خیلی خرد بود ازدواج کرد و با این تصمیمش بار دیگر عرصه شو بیزنس تاجیک را لرزاند. رسانه ها نوشتند که شوهر نوش از سوریا 31 سال جوانتر است، ولی خود پولاد شاروپوف اون وقت بعض پلیوز گفت فرق سن آنها 18 سال است. پولاد شاروپوف همچنین گفته بود که او ورزشگر و صاحب کار می باشد، ولی درباره چه تجارت داشتن او معلومات زیاد در دست نیست. این ازدواج سوم سوریا قاسم بود و اون وقت در جامعه سر و صدای زیادی به پا کرد. برخی آوازخوان را برای ازدواج با مردی از خودش خرد نکویش کردند، ولی گروه دیگر با تکیه به این که عشق پیری و جوانی ندارد به آوازخوان محبوب در زندگی شخصیش بخت و سعادت آرزو کردند.